بکه معلقا در بدرم میکنی، از غمت دل رو با خون جگرم میکنی. ای می شیرین ادا خواب به سرم میکنی، در انتظار تو چشم براهم بیا. ای صنم معلقا در انتظار تو چشم براهم بیا. ای صنم معلقا در انتظار تو چشم براهم بیا. ای صنم معلقا. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم از توجه کستین جور و صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از استاد ساربان عزیز میباشه که این ویدیو به انتخاب یک از دوستای ما تهیه میشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو از تمام شما عزیزان سپاسگزاری میکنم به خاطر که شما این کانال را سپورت میکنین. کامنت های زیبای شما بسیار سازنده هستند. دوستای عزیز لطفا لایک فراموش نکنین. و یک تشکری بسیار خاص دارم از دوستای ما که ممبرشیپ خریدن و این کانال میخواد که مادی سپورت کنن و همچنین یک تشکری بسیار خاص دارم از دوستای دیگه ما که با ما پیوستن و از ما درسای آنلاین میگیرن. به این شکل این کانال سپورت مالی میشه تا که بتونه در خدمت شما قرار بگیره دائمی. و همچنان ما بسیار تشکری میکنم از دوستای ما که میخواین با درسای آنلاینی که از ما میگیرن خود رشد بتن و استعداد و توانایی هنری خود بالا ببرن. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. تا بکه معلقا در بدرم میکنی، از غمت دلربا خون جگرم میکنین. آهنگ بسیار زیبا که من در قسمت کمپوزیشنش و شعرش معلومات ندارم. دوستای عزیز اگه شما میفهمین ما رو همچنان در جوجان بانین. این آهنگ بسیار زیبا در فریجن اسکیل یا همون نوتای راگ بهروی جور شده. دوستای عزیز من میخوایم از دی شارپ بخوانم از اینجا. خب اگر من از اینجا بخوانم اسکیل ما چی شکل داره، یعنی فریجن اسکیل یا همون اسکیل نوتای راگ بهروی چی رقم شکل داره اگر ما این آهنگ از دی شارپ بخوانیم، یعنی کلیدش دی شارپ باشه. ساری گما پا دانی سا سانی دا پا ما کری سا تا بکه معلقا در بدرم میکنی، از غمت دل رو با خون جگرم میکنی. ای می شیرین ادا خواب به سرم میکنی، در انتظار تو چشم براهم بیا. ای صنم معلقا. اینمی تمام آهنگ از دوستای عزیز. حالا من دوگام کوتاه‌ترش برای شما نشان میدم. آهنگ اصلا از اینمی دی شارپ ماینر کورد شروع میشه و آهنگ از سه شروع میشه. تا بکه معلقا. شما دیدین که ری شدم استفاده شد، یعنی دی آهنگ ری شد و ری کومل اردو ری استفاده میشه. خب از سر شروع میکنیم. تا بکه معلقا در بدرم میکنی، در انتظار تو چشم براهم بیا. ای صنم معلقا.
اینمی دوستای عزیز تمام آهنگ است. یعنی من 3 تا فرد شعر این رقم است، میلودیش که تکرار نکردم، من 1 تا زور خواندم و اون 4 میشه. اینمی تمام آهنگ است دوستای عزیز. یعنی آهنگ آستایی و انترش جدا نیست، اینم یک چیز است که تکرار میشه. آهنگ به مقداری که ساده است اما قدر توجه کار داره که باید زیبا خوانده شود. انترو و انترلودش اردوش 1 رقم است. میلودیش هم از اینمی دی شارپ ماینر کورد شروع میشه و از ما شروع میشه. اینمی میلودیش از دوستای عزیز که 3 بار ایره تکرار میکنه. امی تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ریتم از این آهنگ 6-8 تایمز کنچر است میریم و در دادره ما ایره تمرین میکنیم.